أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. صدق الله. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. در آیات گذشته ذکر زجر و سرزنش و توبیخ بود بر اهل کتاب، یهود و نصارا، بالخصوص یهودی ها که اونها بیشتر در پیمان شکستن، در عهد شکستن معروف بودند، معروف هستند. در اینجا خدای تعالی نمونه از ذلت و نمونه از پستی به خاطر ترک جهاد بیان می فرماید. یهودی ها بعد از این که از مصر آمدند و خدای تعالی به اونها دستور داد که شما به طرف قوم عمالقه برید که این قوم بسیار فساد کرده بود، شر بپا کرده بود، بلاد اینها را و بیت المقدس را تصرف کرده بود، مسجد الاقصی را ویران کرده بود، هزاران انسان کشته بود. لذا الله دستور داد که شما با اونها جهاد کنید و من خدا شما را کمک میکنم. موسی علیه السلام هم به اونها همین گفت که شما با این قوم بجنگید. اول خدای تعالی نعمتها را ذکر می کند که در میان بنی اسرائیل خداوند هم نبوت داد هم پادشاهی. بسیاری از انبیا قبل از این، بعد از این، مثل حضرت یوسف علیه السلام، حضرت داوود، حضرت سلیمان، اینا هم الله بهشون پادشاهی داد هم نبوت داد. لذا خدا ذکر میکنه پادشاهی خودش یک عزت دنیوی هست. انسان در دنیا وقتی که حکومتی داشته باشد با عزت زندگی میکند، توسری نمیخورد از دیگران، ذلت ندارد، عزت دارد. لذا الله میفرماید که من به شما اون نعمتهایی دادم که به کسی ندادم. شما الان جهاد کنید، جنگ کنید. اما اینها گفتن نه، این قوم ستمگری هست، قوم قدرتمندی هست، کار ما نیست. الله می فرماید و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم. یاد کنید آن زمان را که موسی گفت به قومش ای قوم یاد کنید نعمت های خدا را، اذ جعل فیکم انبیاء، که در شما، در وسط شما و در میان شما الله قرار داد انبیا را. انبیا از وسط خود شما مبعوث شدند. و جعلکم ملوکا، و شما را خدا پادشاه قرار داد. هم نعمت معنوی انبیا، ملوکا نعمت مادی حسی، پادشاهی، ملوکیت. و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، به شما داد اون چیزی که هیچی که از عالمیان را نداد، از جهانیان نداد. لذا نعمت خدا به شما داد. حال تقاضای این نعمت چیه؟ جهاد.
اگر میخوایی که همیشه عزت شما مستدام باشه، همیشه نعمت شما دائم باشه، اون وقت شما چیکار کنید؟ جهاد کنید در راه خدا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. ای قوم شما وارد اون سرزمین مقدسی بشید که خداوند برای شما نوشته، یعنی تکوینا برای شما نوشته شده که مال شما هست. ولا ترتدوا على ادباركم، و شما پشت سر بر نگردید. فتنقلبوا خاسرین، نتیجه ادبار و پشت سر گشتن شما زیانکار برمیگردید. اما قوم چه جواب داد؟ قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین. ای موسی در این سرزمین در بیت المقدس قوم جبار و ستمگری هست، منظور قوم عمالقه هست. و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، ما هرگز داخل نمیشویم حتی که اونها خارج بشوند، یعنی اونها خودشون اگر خارج بشوند فإن یخرجوا منها فإنا داخلون، اگر آنان از بیت المقدس خارج بشن ما داخل میشیم، بدون آن ما داخل نمیشیم. خب ببینید موسی علیه السلام وقتی که قوم را تبلیغ کرد، 2 نفر از اصحاب موسی، از پیروان موسی، از مخلصان موسی و صدیقان که تفاسیر نوشتن این 2 نفر، یکی یوشع بن نون بود و یکی کالب بن یوقنا. کالب بن یوقنا این 2 در حمایت از موسی علیه السلام و در جهت تبلیغ موسوی علی نبینا افضل الصلاة والتسلیم اینها دعوت دادن قوم را. قال رجلان من الذين یخافون ای یخافون الله، 2 نفری که از خدا می ترسیدند. انعم الله علیهما، اما اونهایی که خدا بر اونها انعام ویژه داشت، بر اونها الطاف ویژه داشت، اونها گفتند که ادخلوا علیهم الباب، ای قوم شما داخل بشید بر آنان از در، منظور اینه که از در شهر وارد شهر بشید. شما که برید خدا شما را کمک میکند، شما را یاری میکند. فاذا دخلتموه فانکم غالبون، هرگاه شما داخل بشید شما غالب بشید. شما فإنكم غالبون، شما غالب میشید. وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. ببین سبب ظاهری اینه که شما داخل بشید، سبب حقیقی توکل بر خداست. شما توکل کنید اگر شما ایمان دارید. قوم از خود سستی نشان داد متاسفانه. حتی بعضی ها گفتند اشتباه کردیم از مصر آمدیم، همون مصر بهتر بود، الان فرعون غرق شد و نابود شد. بعضی ها گفتند که دنبال امیری بودند، فرماندهی بودند، رئیسی بودند که برگردن به طرف مصر از بس که ذلت. و بعضی ها گفتن ما از همین جا اصلا تکان نمیخوریم. لذا قالوا یا موسی، در رابطه با اون 2 نفر امام رازی رحمه الله نوشته یوشع بن نون و کالب بن یوقنا و کان من الذین یخافون الله و انعم الله علیهما بالهدایه. اینا 2 نفری بودن که خدا بر اونها با هدایت انعام کرده بود. و الثقة بعون الله والاعتماد على نصرت الله، به کمک خدا اونها اعتماد داشتند و نصرت الهی.
خب پس اینها گفتند که نه، شما باید توکلتون بر خدا باشد، اعتمادتون بر خدا باشد. اما جوابکم بعد از اینکه اون دو نفر تبلیغ کردند، به جای اینکه تقویت بشن، به جای اینکه ایمان قویتر بشه، چه جوابی و چه عکس العملی نشان دادن؟ قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، ای موسی ما هرگز داخل نمیشیم در آن قریه، در آن شهر، ما داموا فیها، تا زمانی که اونها هستند. فاذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو و ربت بروید جنگ بکنید، ما اینجا نشستیم. تو و پروردگارت بروید بجنگید. یعنی کار ما نیست. ببینید تو و پروردگارت، اذهب انت و ربک، معنیش چیه؟ این آیه دو تفسیر داره. تفسیر اول یعنی این هست که حقیقتا اونها میگفتن شما بروید، چون ما یقین داریم خدا شما را کمک میکند. این اذهب انت و ربک حقیقی هست، تمسخر نیست، استهزاء نیست. ای اذهب انت و ربک یعینک علی قتالک، تفسیر مدارک گفته تو و ربت برو، او حتما تو را، چون هر جا دیده بودن موسی را کمک میکرد رب، گفتن که تو را اون رب کمک میکند بر جنگیدن. این تفسیر اول. تفسیر دوم اینه که استهزاءً گفتند، تمسخراً گفتند، یعنی خدا که کمک میکند تو و خدایت برو کمکت میکنه، ما اینجا نشستیم، ما تکان نمیخوریم. چنانچه تفسیر ابو سعود روح المعانی همین رو ترجیح دادن، گفتن قالوا ذلك استهانة و استهزاء به سبحانه و برسوله علیه الصلاة والسلام. این جمله را استهزاء گفتند و به صورت توهین و بی‌ادبی گفتند، هم به خدای عزوجل و هم به رسولش حضرت موسی علیه السلام. و عدم المبالات بهما، اصلا در این راستا مبالات و پروا از خود نشان ندادن. روح المعانی ابو سعود. این دو تفسیر هست. یک تفسیر سومی هست که رب به معنای مجازی هست. رب یعنی بزرگتر. این کنایه از برادر بزرگ هست، هارون. فاذهب انت و ربک، یعنی ربک سیدک و هو اخوک الاکبر هارون. تفسیر مدارک اینم نوشته. تو و رب یعنی تو و برادر بزرگت هارون برید، ما نمیتونیم، کار ما نیست. انها هنا قاعدون، ما اینجا هستیم، نشستیم. اما موسی علیه السلام التجا کرد به بارگاه الهی. قال رب انی لا املك الا نفسی و اخی، بار اله من مالک نیستم، من اختیاری ندارم، من اختیار خودم و برادرم. فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، جدایی بیفکن، جدا کن بین ما و بین قوم فاسقین. معنیش اینه که اگر عذابی هست ما نیستیم، بالعقاب علیهم لا علینا، برای عذاب که اگر هست بین ما و بین اونها جدایی بیفکن، ما و برادر ما را جدا کن. خداوند تعالی فیصله کرد، عذاب را معین کرد. اون چیه؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنه. این فیصله خدایی هست و نتیجه بغاوت از جهاد، نتیجه سرباز زدن از جهاد. الله فرمود این سرزمین بر آنان 40 سال حرامه. 40 سال حرامه. به موسی گفت که اینها دیگه تا 40 سال نمیتونن پا بگذارن به بیت المقدس. این قوم اونجا حکومت خواهد کرد. این به خاطر چیه؟ به خاطر ترک جهاد است.
تا 40 سال یتیهون فی الارض، در زمین سرگردان خواهند بود. ببینید قبلا هم خدمت شما در سوره بقره عرض کردیم که بعضی مفسرین یتیهون را، سرگردانی را، به این صورت معنا میکنند که از صبح حرکت میکردند تا شب و شب همون جای اول بودند. نه، اونها اراده جنگ کردن نداشتند که حرکت بکنند و برند به طرف بیت المقدس. اونا نخواستند برند. پس منظور از این یتیهون، اون چیزی که مفسران گفتند، اون یک چیز اجتهادی و احتمالی هست، بلکه مراد از تیه و سرگردانی چی هست؟ یعنی بلا تکلیفی. وقتی که اونها این نیست که از اون میدان نتونستن خارج بشن، بلکه جایی نداشتن، پشت سرم بر نگشتند به مصر برند. حتی عرض کردم بعضی ها تمنا و آرزو داشتن که به مصر برند، جلو هم نمیتونستن برن، از عمالقه میترسیدند. پس همینطور سرگردان ماندند. پس مراد از یتیهون سرگردانی، بلا تکلیفی. انسان وقتی که جایی داشته نباشد، شهری داشته نباشد، حکومتی داشته نباشد، خب سرگردان دیگه. این انسان نه شغلی دارد، نه کاری دارد، نه عزتی دارد. این هست معنای سرگردانیشون. فلا تأس علی القوم الفاسقین، اندوهگین نباش ای موسی تو بر این قوم فاسق. لذا موسی علیه السلام هم میدانست که دیگه اینها نمیتونند بروند به طرف بیت المقدس، اینها را خداوند محروم کرد. موسی علیه السلام هم با اینها ماند در همین میدان تا اینکه مدتی در این میدان ماندند. بعد از اون اینجا خدای عزوجل برایشون انتظام کرد. انتظام چی کرد؟ انتظام سایه کرد، ابر فرستاد، من و سلوا کرد، غذاهای بهشتی در همین میدان. اگر اینها واقع صبح می رفتند و شب می آمدند، پس این همه انتظام چی؟ در همین میدان موسی علیه السلام عصا را زد به سنگ، 12 تا چشمه خارج شد. یعنی برنامه ریزی آب و سایه و غذا و همه چیز در همین جا برای شد. اما عزتی نداشتن، حکومتی نداشتن، کاروباری نداشتن. از این جهت سرگردان بودن. حتی که اونها آخر وقتی که میخواستند که غذای متنوعی داشته باشند، عدس و بصل داشته باشند، گفتن که لن نصبر علی طعام واحد. از همین میدان بود که خدا گفت که اهبطوا مصر، برید یک کناره شهری، زمین های کشاورزی هست، زمین های مردم هست، اونجا برید کار کنید، کشاورزی کنید. لذا پس از این همه معلوم میشه که این نبود که اینا برند و دوباره همون جای اولشون باشند. اینها همه بیانگر این است که اینا یک جا ماندگار بودند، ولی سرگردان بودند، بلا تکلیف بودند. بله، فلا تأس علی القوم الفاسقین. واتل علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر. بعد از این الله عزوجل داستان دو تا فرزند آدم علیه السلام را ذکر می‌کند. یکی از حکمت‌های این داستان و مناسبتی که با گذشته دارد شاید این است که انسان در آیات گذشته موضوع جهاد بود. انسان باید در راه خدا همیشه بجنگد، حداقل انسان از خودش دفاع بکند. ببینی فرزند آدم علیه السلام حابیل از خود نتونست دفاع بکنه، نکرد، زندگیش را از دست داد. پس انسان اینطور باشد که اگه کسی بگه میکشم تو را، بگه بیا بکش، مثل حابیل، پس انسان زندگی را از دست میده. بنابراین انسان باید
حد اقلش قوت دفاع و قدرت دفاع داشته باشد و این دفاع با چی حاصل میشه؟ با جهاد. پس این هم نتیجه جهاد نکردن هست که قابیل سرکش، قابیل متمرد او را از پای در آورد. حابیل و قابیل در کتاب‌های یهودی ها در تورات این اسمش قابیل نوشته قائن. قائن هست، گفتن در عربی قابیل است اما در لفظ سوریانی این قائن است. به هر حال اینا دو تا برادر بودند از فرزندان آدم علیه السلام. علت دشمنیشون چی بود؟ اون چی که از قرآن معلوم میشه که همون صدقه بود. اینها صدقه دادند از مال خودشون. قابیل کارش کشاورزی بود، زراعت بود. حابیل کارش دامداری بود، مالداری بود. حضرت آدم علیه السلام به اونها گفت که خداوند از شما صدقه میخواهد. حابیل فرزند مخلصی بود، مؤمنی بود، لذا بهترین بره را، بهترین قوچ را از میان رمه خودش استفاده کرد، انتخاب کرد و به عنوان صدقه تقدیم کرد. اون زمان بر یک بلندی می گذاشتن تا اینکه پذیرفته بشه، آتشی از آسمان بیاد. اما قابیل نه، قابیل از زراعت خودش، از کشت خودش مقدار گندم ردی بی ارزش اینها را آورد. لذا صدقه حابیل قبول شد و صدقه قابیل قبول نشد. آتش آمد اون گوسفند را برد و ناپدید کرد. میگن قابیل از اینجا بغض کرد، حسادت را شروع کرد. به برادرش گفت که من تو را میکشم. برادر گفت که اگر تو مرا بکشی من دست بلند نمی کنم به سوی تو. این اون بیشتر جرأتمند کرد، آمد و برادر خودش را شهید کرد. علت از قرآن معلوم میشه که همینه، فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر. اما بعضی تفاسیر این هم اضافه کردند چون در قرآن نیست ما نمیتونیم به صورت قطع بگیم که اینها اختلافشون روی عقد و نکاح خواهرانشون بود که هر کسی که خواهری از اون شکم، از شکم او پیدا میشد، همراه با او پیدا میشد، چون خدای عزوجل میخواست که نسل را ترقی بده، به پیش ببرد، از هر بطن حوا یک پسر و یک دختر می آمد. لذا اون بطنی که قابیل بود خواهری باش متولد شد بسیار زیبا، اون بطنی که حابیل بود خواهری باش متولد شد زیبا نبود. لذا باید اینا با عکس می کردند. حابیل با خواهر قابیل ازدواج می کرد، قابیل با خواهر حابیل که از این شکم بود. اون علاقه نداشت. بعد اینها با هم اختلاف کردند و آدم به اونها گفت که شما صدقه بکنی، صدقه هر که قبول شد طبق میل او میشه. صدقه حابیل قبول شد، صدقه قابیل قبول نشد. ولی قرآن اون نگفته، اون اضافه هست، از اسرائیلیات هست. قرآن فقط همین موضوع صدقه را گفته. توجه بکنید. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم بالحق. نامشون را هم قرآن نگفته. این اسامیشون در کتابهای هم اسرائیلی هست. دو تا فرزند آدم به حق. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما. زمانی که آنها قربانی تقدیم کردند از یکی پذیرفته شد، ولم یتقبل من الاخر، از دیگری پذیرفته نشد. از اون که پذیرفته نشد قال لاقتلنک، گفت حتما من
تو را میکشم. قال انما یتقبل الله من المتقین. حابیل گفت برادر چرا ناراحتی؟ خدا از متقین میپذیره. معلوم میشه که بحث صدقه و رقابت و حسادت در همین مایه ها بود. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر دستت را بلند کنی به سوی من تا که مرا بکشی، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، من دستم را بلند نمی کنم تا که تو را بکشم. چرا؟ انی اخاف الله رب العالمین، من میترسم از خدا، اون خدایی که رب عالمیان است، رب جهانیان است. انی اريد ان تبوء باثمی و اثمک، من میخواهم اینکه تو رجوع کنی به گناه خودت و گناه من، مسلما مرا بکشی همه گناهانم به گردن تو میفته. فتكون من اصحاب النار، از اصحاب نار خواهی بود. و ذلك جزاء الظالمین، این جزاء و پاداش ظالمان هست، کیفر ظالم هست. اما الله می فرماید که نفس او را به قتل ناحق وادار کرد. هنوز قتل روی زمین انجام نگرفته بود، اولین قتل. فطوعت له نفسه قتل اخیه، نفس برای او خوش کرد، یعنی برایش نفس او کشتن برادرش را خوب و راحت کرد، با این خوش بود، با این راضی بود. فقتله، پس او را کشت. فاصبح من الخاسرین، از زیانکاران شد. مدتی بود جنازه برادرش بود، به دوشش نمیدونست چیکار بکنه، در بیابان میگشت تا اینکه خدای عزوجل برای راهنماییش و برای تکریم جسد حابیل دو تا کلاغ فرستاد که اینا با هم درگیر شدند و یکی دیگری را از پای در آورد و بعد او را زمین را حفره کرد. در اون حفره که به وسیله پنجه هایش در اون حفره اون انداخت و بر او خاک میریخت. این متوجه شد و فهمید که اینها راهنمایی هستند از طرف خدای عزوجل. خداوند میخواست که این انسانی که کشته شده تکریم بشه، جسدش در خاک دفن بشه، تکریم همینه. فطوعت لها فبعث الله غرابا يبحث في الارض، پس الله فرستاد کلاغایی که یبحث فی الارض، می شکاف زمین را، لیریه کیف یواری سوءة اخیه، تا او را نشان بدهد چگونه بپوشاند جسد برادرش را. قال یا ویلتا اعجزت، این نتیجه اسد هست که فهم خودش را انسان هم از دست میده، نمیدونه چه کار بکنه. آیا من عاجز شدم یا اینکه عاجز شدم ان اکون مثل هذا الغراب، اینکه مثل این کلاغ باشم. فاواری سوءة اخی، من بپوشانم جنازه برادرم را. فاصبح من النادمین، از نادمی شد، پشیمان شد که چه کاری کردم که حتی عقلم را و فهمم را از دست دادم. خب حال الله تعالی می فرماید که من اجل ذلك كتبنا على بنی اسرائیل، در وسط جریان بنی اسرائیل این واقعه آمد، این داستان آمد. به ظاهر مناسبت ندارد ولی از من اجل ذلك كتبنا على بنی اسرائیل معلوم میشه که مناسبت دارد، که خداوند میخواهد بر یک موضوعی از موضوعات بنی اسرائیل استنباط کند، این داستان را آورد. به این خاطر الله میفرماید که ما بر بنی اسرائیل نوشتیم انه من قتل نفسا بغیر نفس، انه بیان نوشتن است، بیان کتبنا هست. ببین دو تفسیر داره، تفسیر مفسرین، یکی تفسیر شیخ رحمه الله.
این نکته را که من قتل نفسا بغیر نفس، کسی یک نفسی را بکشد بدون عوض نفس، بنا حق. گاهی کسی را میکشند که او کشته، گاهی بنا حق. او فساد فی الارض، یعنی بدون فساد، در زمین فسادی نکرده، در زمین قتلی نکرده، در زمین مرتکب ارتداد نشده، در زمین مرتکب زنا نشده. فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا همه مردم را کشت. و هر کسی که احیا کنه نفسی را، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا همه مردم را احیا کرد. ببینید من اجل ذالک، این بیان چی مطلبی هست؟ مفسرین میگوین من اجل ذالک اشاره به واقع مذکور است، یعنی به خاطر همین، به همین دلیل، به خاطر همین حادثه، به خاطر همین اتفاق و به منظور جلوگیری از خونریزی ما بر بنی اسرائیل قصاص را نوشتیم. چون بعدا میاد و من اجل ذالک كتبنا على بنی اسرائیل القصاص، ما بر بنی اسرائیل چرا نوشتیم؟ قصاص نوشتیم، تا اینکه وقتی که قصاص باشد هیچ کس را نمی کشد، می ترسد، منو قصاص می کنند. متوجه شدید؟ پس من اجل ذالک بیان چی هست؟ بیان قصاص است. اما شیخ رحمه الله معتقد است که بحث جهاد بود، قبل از این بحث عمالقه نبود، بحث بیت المقدس نبود. یهودی ها گفتن ما نمیریم از اینجا تکان نمیخوریم، فاذهب انت و ربک فقاتلا. پس موضوع چی بود؟ جهاد بود. لذا شیخ رحمه الله می فرماید که منظور این من اجل ذالک یعنی به خاطر ساکت شدن و از خود دفاع نکردن، که ساکت شدن، از خود دفاع نکردن و جهاد نکردن چه ضرری به انسان وارد می کند، چه آسیبی می رساند. به این خاطر ما بنی اسرائیل را دستور دادیم که ساکت ننشینند، بلکه از خود دفاع کنند، بلکه عکس العمل نشان بدن. کتبنا علی بنی اسرائیل ای کتبنا القتال، یعنی جهاد. وقتی که جهاد باشد این فساد نمیشه، این قتل و خونریزی نمیشه. متوجه شدید که این موضوع جهاد است، بحث جهاد است. و یک تفسیر دیگه هست که این تفسیر هم تفسیر مناسبی هست، بعضی از مفسران را دیدم نوشتند که اون اینه خداوند انسان را حفاظت بکند که انسان مبادرت بکند به گناهی، به معصیتی، به جنایتی، به بدعتی که قبلا نبوده. اگر این کار را بکند، هر چی که بعداً افراد، انسانها اون گناه را می کنند، اون جنایت را می کنند، گناه به بانی اول هم می رسد. و اگر کسی سنتی را، روش خوبی را و کار زیبا و پسندیده را احیا بکند، ابتکاری که در اون ابتکار نفع اسلام است، نفع مسلمین است، ابتکاری داشته باشد، هر چی که بعدی ها می آیند اون عمل را انجام می دهند، اجرش، پاداشش به نفر اول هم می رسد. پس من اجل ذالک به این معنا هست که ما برای بنی اسرائیل نوشتیم که یعنی به پیامبران بنی اسرائیل این وحی را کردیم که هر کسی که
کشت گویا همه انسان ها را کشت. هر کسی که احیا کرد گویا همه انسان ها را احیا کرد. پس به این معنا هست من اجل ذالک، این اجلیه هست، من هم اجلیه هست که به همین خاطر چون که قابیل اولین قاتل بود، اولین موجد قتل بود، لذا ما گفتیم از این به بعد هر کسی مثل اون این کار را بکند گویا تمام انسانها را کشت، تمام انسانها را احیا کرد. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، بعد از اون پیش بنی اسرائیل پیامبران ما وقتا آمدن با بینات، با دلائل. ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك لمسرفون، سپس بسیاری از آنان بعد از این اسراف کردند. لمسرفون یعنی چی؟ یعنی اینکه اونها ظلم کردند، جنایت کردند، انسانها را کشتند. خب اونهایی که انسانها را کشتند اونها قطع طریق کردند، مردم را از بین بردند، لذا الله تعالی برای اونها کیفری تعیین کرد، جزایی تعیین کرد. پس در اینجا ما جزای کسانی که مردم را کشتن از طریق قطع طریق، از طریق راهزنی اونها را بین. اینها در واقع این قطاع الطریق بنابر تصریح و تأکید حضرت شیخ رحمه الله اینها یهودی بودند. این درباره قطع طریق یهودیان است. یهودیان بسیار قطاع الطریق و راهزن و گردن بگیر بودند. به چه دلیل این آیه درباره یهودیان است؟ چون هست یحاربون الله و رسوله، محاربه با خدا و محاربه با رسول خدا. مسلمان نمیتونه این صفت را داشته باشد. مسلمان با خدا و با رسول خدا هیچ وقت جنگ نمی کند. پس این صفت یهودیان است، گرچه حکم مسلمانی که این کار را بکند همینه، اما مصداق اولیش یهودیان هستند. میدونید که این آیه اشاره داره به جریان اهل عرینه و اونا منافق بودند، یهودی بودند. اهل عرینه که آمدند مدینه طیبه و اینها گفتند که ما مسلمان شدند، به ظاهر آب و هوای مدینه با اونها سازگار نشد، تب شدند، مریض شدند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اونها را فرستاد پیش شترهای بیت المال و فرمود که اشربوا من ابوالها و البانها، اونجا برید برای تداوی خودتون از بول شتر و از شیر شتر بخورید، خوب میشید. اینها رفتند همین کار را کردند، خوب شدند، سالم و تندرست شدند. لذا اون شتربانی که بود اون گرفتن شهید کردند و همه شترهای بیت المال را برداشتند. راهزنی دیگه همینه، برداشتند و فرار کردند. رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلع شد، صحابه را به تعقیبشون فرستادند. صحابه رفتند اینها را دستگیر کردند، آوردند. این جزایی که اینجا گفته شده برای اونها صادر شد، آن حضرت اجرا کردند. لذا می فرماید انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. خب جز این نیست که جزای کسانی که محاربه میکنند، می جنگند با خدا و رسول، و یسعون فی الارض فسادا، و در زمین فساد میکنند. بس اگر مسلمانان راهزن باشند، قطاع الطریق باشند، خب فساد در زمین هست، اما محاربه با خدا و رسول نیست. چه مسلمانان دین را قبول دارند، رسول الله را قبول دارند، توحید را قبول دارند. بنابراین این آیه درباره یهودیان است. ان هذه الآیه فی هؤلاء الذین حکی الله تعالی عنهم من بنی اسرائیل. امام رازی میگه این آیه درباره کسانی است که خداوند از اونها حکایت کرده، از بنی اسرائیل، بعد ان غلظ الله علیهم عقاب القتل العمد العدوان،
بعد از اینکه خداوند جزای قتلی که با تعدی و با تجاوز باشد، با بالا کشیدن مال و چپاول مال باشد، این را الله بیان فرمود. فهم مسرفون فی القتل، اینها واقعا در قتل مسرف هستند. مسرفون فی القتل مفسدون فی الارض، فمن اتى منهم بالقتل والفساد فی الارض فجزاؤهم كذا و كذا. جزایشون این هست که چی؟ ان یقتلوا او یصلبوا، کسانی که سعی میکنند در زمین فساد را، این که کشته بشند یا بدار آویخته بشند. او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، یا اینکه دست و پایشان برعکس قطع بشه. او ینفوا من الارض، یا اینکه آنها زندان بشند. 4 چیز خدا فرمود. این او تنویع هست، این نوع یا این نوع. چرا؟ چون که بستگی داره به نوع جنایتش. یک کسی هست که راه را بسته، گردن بگیری کرده، موفق نشده مالی ببرد، فقط شلیک کرده و مسافر را کشته، شهید کرده. اینی که کشته باید کشته بشه. و دوم اونه که هم مال انسان ها برده، هم خودشون را کشته. این هم باید که دست و پایش قطع بشه، هم اعدام بشه، به دار آویخته بشه. او یصلبوا اشاره به این هست که همه ببینند. سوم اینه که او تقطع ایدیهم و ارجلهم، دست پایش برعکس قطع بشه، من خلاف برعکس، یعنی دست راست و پای چپ. این مال کسی هست که فقط چی کرده؟ فقط مال برده، انسان را نکشته. ببین این فرقش با بقیه دزدها که میخوانیم پایینتر آیتش را، که دزد فقط دستش قطع میشه، این دست و پایش اینه که این تنها مال نبرده، این امنیت را هم از بین برده. او ینفوا من الارض، یعنی از زمین نفی بشه، از زمین برداشته بشه، یه جایی برده بشه، زندان تبعید بشه. درباره کسی هست که میخواسته مال ببره، مال هم نبرده، موفق نبود شده انسانی بکشد، فقط امنیت را مختل کرده، این باید گرفت و چکار کرد؟ زندان کرد. بله، الله می فرماید ذالک لهم خزی فی الدنیا، این رسوایشان هست در دنیا. ولهم فی الاخرة عذاب عظیم، برای آنها در آخرت عذاب عظیم هست. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، این الا بمعنی لكن هست، استثناء منقطع است. لكن کسانی که تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، قبل از اینکه شما بر اونها قادر بشید، یعنی قبل از اینکه شما دستگیرشون کنید، توبه بکنند. فان الله غفور رحیم، فاعلموا ان الله غفور رحیم، بدون خداوند نسبت به اونها بخشنده و مهربان است. ببین توبه بکنند، توبه از چی؟ هم توبه از کفرشان، چون اینا گفتیم درباره یهودی ها هست، هم توبه از شرکشان، هم توبه از راهزنیشان. تفسیر خازن همین نوشته لكن الذين تابوا من شركهم و حربهم لله و رسوله، از شرک و از جنگ خدا و رسول توبه کنند، اون وقت شما اونها را، خدا اونها را میبخشد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. اینجا خدا دعوت میده به قرب خودش، به جای این محاربه، به جای جنگیدن و به جای راهزنی و انسانها را اذیت و آزار کردن، به سوی اعمال بشتابید، به سوی اعمال خیر بیایید.
به جای بدی نیکی بکنید، به جای ترسوندن انسانها با انسانها مواسات و همدردی بکنید، به جای تمرد و سرکشی طاعت و عبادت بکنید. وسیله همینه، یعنی به وسیله این اعمال قرب رب را حاصل کنید، به وسیله این کارها خودتون را با خدا نزدیک بکنید. به وسیله چی؟ ترک اون کارها و به جای اونها انجام طاعات، انجام عبادات. شما به وسیله اینها بیایید و با خدا نزدیک بشید. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنان از خدا بترسید، وابتغوا الیه الوسیله، اصل اول ترسیدن تقوا، اصل دوم عمل. طلب کنید، دنبال کنید به سوی الله وسیله، یعنی وسیله که موجب نجات شما باشد، وسیله که موجب قرب شما به خدا باشد. ببین الوسیله، من فقط تشریح میکنم آیه را، بحث وسیله که لابد شما انتظار دارید انشاءالله در سوره بنی اسرائیل، اونجا در رابطه با وسیله بحث میکنیم که وسیله درسته، وسیله جایزه، اما بعضی وسیله های ممنوع هم داریم. وسیله تا وسیله هست. پس وسیله اینجا یعنی چه؟ الوسیله هی الفعیله، بر وزن فعیله هست. هو کل ما یتوسل به، وسیله هر چیزی را میگن که انسان او را چی بکند، از او انسان استفاده بکند تا به بالاتر برسد. کل ما یتوسل به، به اون توسل گرفته بشه. فاستعیرت لما یتوسل به الی الله تعالی، اینجا به صورت استعاره آورده شده برای هر آن چیزی که توسل بشه به او برای رسیدن به خدای عزوجل. چه چیزهایی هستند که ما را به خدا میرسانند؟ ببین امام نصفی اینجا تعیین کرده اونا چی هستند. عبارت مال نصفی است، تفسیر مدارک. واستعیرت لما یتوسل به الی الله تعالی من فعل الطاعات و ترک السیئات. اونه که شما را به خدا میرساند، طاعات را انجام بده، سیئات را ترک کن. پس هر آن چیزی که ما را به خدا میرساند. ببینید فقط ما اگر به شخصیت ها متوسل بشیم و عملی داشته نباشیم بگیم به خدا میرسیم، نمیرسیم. ما در تمام همین سوره خواندیم که یهود و نصارا افتخار میکردند به گذشتگان، به انبیا، میگفتند ما با وجود اینها مشکل نداریم. الله تعالی میفرماید قل فلم یعذبکم بذنوبکم، پس چرا خدا شما را عذاب میده؟ انسان افراد را بخواهد که افراد برای من وسیله باشند برای نجات، نه، این ثبوتی ندارد. بلکه اون چیزی که وسیله میشه برای ما، وسیله برای نجات ما میشه، وسیله برای قرب ما به الله عزوجل میشه، اون چیه؟ ترک سیئات، فعل طاعات، انجام طاعات. اینجا خدای عزوجل همین فرموده وابتغوا الیه الوسیله، می‌نویسید به وسیله طاعات. علامه آلوسی هم وسیله را همین ترجمه کرده، تفسیر کرده. هی فعیله به معنی ما یتوسل به الی الله، بر وزن فعیله است به معنای هر آنچه که موجب رسیدن به خدا میشه، من فعل طاعات و ترک السیئات، طاعات را انجام دادن، سیئات را ترک کردن. پس اصل وسیله
که انسان را به خدا میرساند، انسان قرب خدا حاصل میکند، چیه؟ عبادت است، طاعت و بندگی هست. اما بحث مفصلش را و مواردی از وسیله که بین علماء ما اختلاف هست، علماء خود ما، اونها را انشاءالله من در جلسه دیگه عرض میکنم. ان كانت الحیات باقیه. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا. حال الله تعالی تخویف اخروی بیان میفرماید که کفر انسان را بدبخت میکند، انسان را برای همیشه از همه خیر محروم میکند. الله میفرماید ان الذين كفروا، بدون شک کسانی که کفر کردند، لو ان لهم، این ثمره اخروی را بیان فرموده، بالفرض بنویسید، بالفرض اگر باشد، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، اگر باشد برای آنان تمام آن خزائنی که در زمین هست، و مثله معه، و مثل آن همراه او باشد، یعنی به اندازه خزائن زمین دیگه داشته باشد، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامه، تا که آنها را فدیه بدهد برای نجات از عذاب روز قیامت. ما تقبل منهم، پذیرفته نمیشه از آنان، ولهم عذاب علیم، برای آنان عذاب دردناک است. یریدون ان یخرجوا من النار، آنها میخواهند که از آتش خارج بشوند، کوشش میکنند، تلاش میکنند، و ما هم بخارجین منها، الله میفرماید آنها خارج نیستند، خارج شونده نیستند. ولهم عذاب مقیم، برای آنها عذاب دائمی است، عذاب ابدی است، همیشه در اون عذاب میمانند. والسارق والسارقه، خب بحث راهزن را خواندیم، کسی که در راه گردنه را میگیرد، راه را میبندد، دزدی میکند، اون جزایش را خواندیم که جزایش این هست که دست و پایش قطع بشه. اما یکی دیگه هست سرقت میکند. سرقت و راهزنی فرقش اینه که راهزنی علنی میکند، به صورت آشکار میکند، راه را میبرد. اما سرقت اونه که انسان از غفلت صاحب مال استفاده میکند. مثلا صاحب مال حواسش جای دیگه است، این یواشکی جیبش را میزند. صاحب مال تو خونهش هست، این آهسته میره گاف صندوقش را باز میکند. صاحب مال در مسجد است، این آهسته میره ماشینش را برمیدارد. یعنی زمانی که صاحب مال چی؟ در غفلت است، این از غفلت او استفاده میکند. و راهزنی این هست که میآید علنی راه را میبندد، او را تهدید به مرگ میکند، از او بالاجبار میگیرد. لذا این دوتا با هم فرق دارد، دزدی و سرقت. الله تعالی بیان حد سرقت بیان فرموده، اما صیغه مذکر و مؤنث آورده، اینجا زنها را هم ذکر کرده. و الا هر جا وقتی که صیغه مذکر هست مراد مرد و زن هستند. اما اینجا چون که حدی از حدود الهی هست، میخواد که وانمود کنه، نشان بده که این حد فقط برای مرد نیست، زنم اگر مرتکب بشه همین حد و همین جریمه براش هست. والسارق والسارقه، مردی که دزدی میکند، زنی که دزدی میکند، فاقطعوا ایدیهما، دستشون را قطع کنید. دست، یک دست راست از مچ. جزاء بما کسبا نکالا من الله، جزای آنچه هست که اونها کسب کردند این نکالی هست، عبرتی هست، درس عبرت.
و کیفری هست از جانب الله. والله عزیز حکیم، خداوند عزیز است، غالب است، دستورات سختری میتونه بده، اما حکیم، کارهای الله با حکمت است. فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح، اما خدای تعالی تشویق میکنه به توبه سارق. هر کسی توبه کند بعد از ظلمش و اصلح، اصلاح بشه یعنی در آینده گناه نکند، فإن الله یتوب علیه، همانا الله تعالی بر او رجوع میکند. ان الله غفور رحیم، بدون شک خداوند غفور رحیم هست. یکی از علما میگوید، من این نکته رو میخوام عرض کنم که هر صفتی از صفت خدای تعالی هر جا هست اون صفت مناسبت دارد. ببینید بعد از دزدی خدا فرمود والله عزیز حکیم، بعد از توبه میفرماید ان الله غفور رحیم. یکی از علماء بزرگ مفسرین و از علماء نحو میگه من یک جای این آیه را خواندم، اعرابی نشسته بود، دهاتی نشسته بود، من خواندم السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله ان الله غفور رحیم. اینجا به جای ان الله عزیز حکیم چی خواندم؟ گفتم ان الله غفور رحیم. گفت این کلام که خواندی، این جمله که خواندی مالکی هست. گفتم که کلام خداست. گفت نه، کلام خدا نمیتونه باشه، من که قرآن بلد نیستم ولی این نمیتونه کلام خدا باشه. گفتم نه کلام خداست، من نمیدونستم، من به جای عزیز حکیم غفور رحیم خواندم. گفت نه آیه خداست. گفت نه، بررسی بکن، کلام خدا اینطور نمیتونه باشه. بعد دوباره من بررسی کردم، متوجه شدم که من دارم اشتباه میخوانم. گفتم ان الله عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم. گفت بله الان درست شد، چون که کسی که دزدی بکند، مرد و زن سرقت بکند، میگه دستش را قطع کنید، برای اون دیگه نیست غفور رحیم، اون دزدی کرده. پس ببینید صفاتی که خدای عزوجل ذکر می فرماید، این صفات با مضمون آیه چی هستند؟ مناسبت دارند. ما یک جا می بینیم والله عزیز حکیم، والله غفور رحیم، والله هو السمیع العلیم، اینا حتما با موضوع و با محتوای آیه چی دارند؟ مناسبت دارند. بدون مناسبت نیست، کیف متفق نیست، هر صفتی هر جا آمد. ما مثلا وقتی که دعا میکنیم چی میگیم؟ ای رحمان بر ما رحم کن، ما را ببخش. نمیگیم ای قهار بر ما رحم کن، گرچه درست است اما مناسبت نداره. از الله رحم میخواهی، وقتی که بر علیه دشمن بخوای دعا کنی قهار میگی، جبار میگی، اما وقتی که بس مغفرت خودت هست، مناسب اون دعا شما صفتی را چی میکنید؟ ذکر میکنید. پس ان الله عزیز والله عزیز حکیم معنیش اینه که خداوند غالب است، مسلط است، قدرت دارد، از اینم سختتر حکمی صادر کند، کی جلوش را میگیرد؟ اما حکیم، هر حکمی که الله صادر میکند حکمت توش هست، حکمت ها نهفته است. مردم دنیا امروز نمیدانن بیچاره ها که با عقل خودشون و با ترازوی خودشون این احکام را وزن میکنند. میگویند که دست سارق چرا قطع میشه، اعتراض میکنند بر این حکم الله عزوجل. و خیلی از اهل تجدد و متجددین مسلمان به اصطلاح هستن متأثرند از این اعتراضات، لذا زیاد تمایل به قطعیت و به دست قطع شدن نشان نمیدهند.
در حالی که حکمتها را خدا بهتر میدوند. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمه. خداوند را وقتی که به عنوان ذات حکیم ما پذیرفتیم، قطعا دستوراتش در هر دستور حکمت است. اینجا هم حکیم اشاره کرده که شما نمیفهمید حکمت ها چی هستند، چه حکمت هایی هست. شاید اگر دست هر دزد قطع میشد، کلا جامعه از دزدی و از سرقت پاک میشد. 4 تا تو جامعه نشون داده میشدن که دستشون قطع شده، دیگه بقیه حساب کارشو میکردن. اما اگر دزد را بگیری 4 تا شلاق بزنی که این اثراتش بعد از نیم ساعت از بین میره، تو زندان بندازی که اونجا با آقای خودش واردتر میشه، فرزتر میشه، ماهرتر میشه، تا که بیاد بیشتر دزدی میکند. خیلی ها هستند، شما بررسی بکنید. گاهی این قضات دادگاه میگویند که پرونده های دزدی اکثرا مال کسانی هست که بار 10 و 20 شون هست. یعنی هر چی که اینها را میگیرند اینها بر نمیگردند. اما اگر دستش قطع بشه دوباره با چی دزدی میکنه؟ پس جامعه را که مختل کردند، امنیت را از بین بردند، همین ها هستند. شما برید تحقیق کنید، بررسی بکنید. این ادعا نیست. اینهایی که به خاطر سرقت در زندان افتادند. همینجا خونه یک نیم شب دزدی را ما گرفتیم، معتادی بود، زنگ زدیم، کلانتری آمد. به محضی که آمد سرباز شناخت، زیر لگد کرد، گفت این چندمی بار ما میگیریم، دوباره دزدی میکنه. لذا تا زمانی که حدود الهی اجرا نشه، این جرایم از بین نمیره، بیشتر میشه. الان ببینید اقتصاد خراب، فلجه، واقعا دزدی غوغا میکند. خونه ها امنیت ندارن. مردم خونه هایی که نزدیک کلانتری هستن امروز ترجیح میدن اون خونه ها را میخرند. میگه اینجا که کلانتری هست یک مقداری شاید بترسند، امنیت بهتره. پس اینها تمام برمیگرده به این که حدود الهی اجرا نمیشه. اگر حدود الهی اجرا میشد اصلا مشکلی پیش نمی آمد. اکثرا عرض کردم این نوع جنایتکاران همه جامعه که بلا نسبت دزد نیست، اینا یک طیف خاصی هستند، یک گروه خاصی هستند که اینها هی تکرار میکنند تا میان بیرون بیشتر یاد میگیرن، بیشتر وارد میشند، فنفوت بیشتری را با هم مذاکره میکنند. اما نه، نیازی نیست سینا را زندان کرد. چرا؟ اونجا مفت بخورانند اینها را، فوراً دستگیر کنند، حدود الهی را اجرا بکنند. بعد از اون مسئله حل است، دوباره چطور میتونه دزدی بکنه؟ فوقش اگر عادت کرده باشه و عادت از سرش نره، بار دوم گرفته بشه، پای چپش قطع بشه، دیگه مسئله حل برای همیشه. لذا امنیت جامعه، امنیت افراد، امنیت بازار در هر شرایط در اجراء حدود الهی هست. الله راه را برای ما بسیار سهل و آسان قرار داده، اما ما با عقل خودمون این احکام را جا بجا کردیم، بر خود مشکل کردیم. پس والله عزیز حکیم، روش فکر کنید که عزیز هم معنایش معنادار هست، حکیم هم معنادار است. الله تعالی غالب است، میتونه یک جرمی دیگه بگه، سبکتر، سنگینتر، ولی حکیم. فعل حکیم مملو از حکمته، پر از حکمته. لذا اگر دزدی کرد و بعداً قبل از اینکه دستگیر شد توبه کرد، فان الله یتوب علیه، خدا هم بر او رجوع میکند، خداوند غفور و رحیم است. اینجا دو مسئله میماند. یک مسئله مالی که بالا کشیده بعد از توبه، خب اون صاحب مال را باید پیدا بکنه، مالش را بده.
اگه صاحب مال را نمی شناخت تصدق بکنه، صدقه بکنه و صدقه را ثوابش را به او ببخشه. هر وقت دید بگه صدقه کردم، یا این که اون خواست پس بده. اما حد خدا، حدود الهی این مال دنیا هستند. خداوند بخشاینده هست، مال مربوط به عقبا هست. حد خدا بخشیده نمیشه. اگر بعد از این که دزدی کرد و توبه کرد آمد گفت که من اینقدر میلیون دزدی کردم الان توبه کردم، حد را جاری میکنم بر اون. حد با توبه ساقط نمیشه. ان الله غفور رحیم برای قیامت است. الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض. این تأکید تعمیل است، یعنی خدایی که این همه قدرت داره، خدایی که این همه تصرف داره، چرا دستور خدا را اجرا نمی کنید؟ چرا شما عقب نشینی می کنید؟ الم تعلم، آیا نمیدانی ان الله له ملک السماوات والارض، همانا برای الله است پادشاهی آسمان ها و زمین. یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء. الله است که کسی را می بخشد، هر کسی را عذاب میده بخواهد، و هر کسی را می بخشد که بخواهد. والله علی کل شیء قدیر. الله بر هر چیز قادر است. لا عیسی و امه، بس مسیحیان بود، عیسی و مادرش چنین نیستن. این قادر مطلق رب است، الله است. یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. بخش دوم سوره از اینجا شروع میشه. در بخش دوم بیشتر زجر و توبیخ، سرزنش و نکوهش بر اعمال منافقینی که با پیامبر عظیم الشأن و با مسلمانان چهره دیگه داشتند، برخورد دیگه داشتند، اما با یهودی ها وقتی که می نشستند چهره دیگه داشتند. الله می فرماید یا ایها الرسول، ای پیامبر، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. شما را غمگین نکند، شما را ناراحت نکند آنانی که با سرعت به سوی کفر از هم دیگه پیشی میگیرند. من الذين قالوا آمنا بافواههم، از آن کسانی که این میگویند ما ایمان آوردیم، اما با دهان میگویند، با زبان میگویند. ولم تؤمن قلوبهم، و دلشان ایمان نیاورده، در دل ایمان ندارند. و من الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرین. و همچنین کسانی که یهودی شدند، کسانی که یهودی هستند، سماعون للكذب، اینها دروغ را به کثرت گوش میکنند. سماعون مبالغه سامع هست، یعنی همش دروغ میشنوند. و سماعون لقوم آخرین، و دوم اینکه گوش میکنند، خوب با دقت گوش میکنند برای قوم دیگر. یعنی چه؟ یعنی میخواند از اینجا گوش کنند، جاسوسی میکنند برای قوم دیگر. منظور این منافقین جاسوس احبار و رهبان هستند. لقوم آخرین شما بنویسید احبار و رهبان یهود. آلوسی میگه که والمراد انهم عیون علیه الصلاة والسلام لأولئک القوم. منظور اینه که اینها جاسوسن برای اون قوم، برای یهود. منافقین اینجا میان گوش میکنند، بعد میبرن منتقل میکنن به علمای خودشان. اون قومی که لم یأتوک، اونا اینجا نمیآیند، نیامدند. یحرفون الکلمه من بعد مواضعه. خداوند چند وصف اینجا برایشون بیان میکند. یهودی ها اول اینکه سماعون للکذب، راست تو کلامشون نیست، فقط دروغ میشنوند.
یعنی به هم دروغ میگویند، احکام تورات را هم تبدیل میکنند. دومی که اینجا پیش شما که بیان گوش کنند این یهودی ها، اینجا یهودیان منافق مرادند، سمعون لقوم آخرین برای احبار و رهبان گوش میکنند، اونایی که پیش شما نیامدن. سوم، وصف سومشون اینه که کلام خدا تورات را تغییر میدهند. چطور تغییر میدهند؟ یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، بعد از مواضعش. این جریان اشاره دارد به موضوعی که اتفاق افتاد در میان یهودی ها. یهودی ها یه زنی از زن و مردی از اشراف اونها، از خانواده های به ظاهر با شخصیت اونها مرتکب عمل زنا شدند. اینها که تو تورات نگاه میکردند به غیر از سنگسار کردن و به غیر رجم چیزی دیگه نمیدیدند. لذا با هم چی گفتند؟ گفتند ببینید، برید، فرستادند منافقین خودشون را پیش پیامبر خدا، پیامبر اسلام، که پیامبر اسلام چه حکمی صادر میکند. اینها رفتند اونجا، دیدن که پیامبر خدا این حکم را صادر میکنه که باید سنگسار بشه. عیناً چون در هر حکمی در اسلام تخفیف بود نسبت به یهودی ها، نسبت به دین یهود، لذا گفته حتما اینجا هم تخفیف است. وقتی که آمدن بررسی کردن، توصیه هم کردن، گفتن که اگر اونها همین حکم شما را داشتند که شما نپذیرید، اگر غیر از این حکم دیگری سبکتر بود، اون وقت حکم اونها را بپذیرید. لذا این منافقین را میفرستادند. الله تعالی همون بیان میفرماید که در تورات هم رجم بود، سنگسار کردن بود، اما اینها چی؟ اینها گفتن که اینجا رجم نیست. چیه؟ از اونها پرسیدن، گفتن در کتاب ما جلد است. جلد یعنی شلاق. گفتند که در کتاب ما ضرب شلاق است، سنگسار نیست. لذا این آیات اشاره به همین جریان دارد. الله می فرماید یحرفون الکلمه من بعد مواضعه. کلمه یعنی کلام الله، یعنی تورات. کلام خدا را تحریف میکنن بعد از مواضعه. مواضع یعنی بعد از اون جایش. جایش چی بود؟ ای وضع الجلد مکان الرجم، تفسیر کبیر گفته جلد را به جای رجم، شلاق را به جای سنگسار گفتند. بله، یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه، میگویند اگر داده شدید این حکم، یعنی حکم چی؟ جلد، شلاق. اگر همین حکم شلاق به شما داده شد از سوی پیامبر اسلام، فخذوه، بگیرید، یعنی عمل کنید. و ان لم تؤتوه، اگر داده نشدید، فاحذروا، اجتناب کنید، دوری کنید. اینه کی گفت؟ ملاهایشون. ان المحرفین والقائلین هم القوم الاخرون. چون اینجا خداوند دو قومی ذکر کرد، یکی که همینایی که می آمدن خدمت رسول الله، اینا منافقین بودن، و آخرون لم یأتوک، همون ملاها بودن که اونا نمی آمدن، اونا همون سر جایشون بودن. لذا گویندگان همون هم القوم الاخرون هستند. اونها چه گفتند؟ ای یقولون لاتباعهم السماعین لهم، به اتباعی که همش از اونها حرف شنوی داشتن به اونها گفتن. چی گفتن؟ گفتن برید این حکم اگر همین بود، شلاق بود، بپذیرید. ای ان اوتیتم هذا المحرف المزاد عن مواضعه، المزال عن مواضعه، گفتن که اگر شما همین حکم به شما داده شد، همین که اونها زائل کرده بودند، یعنی به جای رجم چی را قرار داده بودند؟ جلد را. همین حکم اگر به شما داده شد بپذیرید، غیر از این نه. یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه، می گفتن اگر همین داده شدید بگیرید. و ان لم تؤتوه فاحذروا، و اگر این حکم را داده نشدید، فاحذروا، اجتناب کنید،
دوری کنید. الله می فرماید و من یرید الله فتنته، هر کسی که الله اراده کند فتنه او را، یعنی گمراه کردن او را، فتنته بنویسی اضلاله، هر کسی که الله بخواد او را گمراه کند مثل این ملاهای یهود، فلن تملک له من الله شیئا، ای پیامبر تو هرگز مالک نیستی برای او از الله چیزی، یعنی تو اختیاری نداری، تو نمیتوانی او را مسلمان بکنی. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، الله می فرماید این افراد، این ملاهایی که تحریف می کنند کتاب خدا را، احکام را جابجا می کنند، اینها کسانی هستند که الله اراده ندارد ان یطهر قلوبهم، که دلهاشان را پاک بکند، در دلهاشان ایمان و توحید بیاید. لهم فی الدنیا خزی، نتیجه دنیوی و اخروی هر دو، لهم فی الدنیا خزی، برای این محرفین، برای کسانی که تحریف می کنند در دنیا رسوایی هست، ولهم فی الآخرة عذاب عظیم، این نتیجه اخروی، برای آنها در آخرت عذاب عظیم هست. اینها در آخرت به عذاب بزرگی از عذاب الله، که اون عذاب بزرگ را الله خودش میدونه چی هست، گرفتار میشوند. چرا؟ چون که اینها این صفات بد را دارند، تحریف و علاوه از تحریف سماعون للکذب اکالون للسحت. او توجه کنیم، ما هم ملاییم، الله تعالی داره صفات علماء السوء را، علمایی که با همین صفات خدا می فرماید از الاغ هم بدترند، از سگ هم بدترند. یک جایی فرمود فمثله كمثل الكلب اولئک كالانعام بل هم اضل، چارپا از چارپا هم بدترند. ببین چه صفاتی اونها دارند، خدا ما را از این صفات نجات بده. الله می فرماید سماعون للکذب، این بدل از سماعون اول است، یعنی به کثرت فقط دروغ گوش می کنند، فقط دروغ، حقیقت دیگه از بین رفته. اکالون للسحت، اکالون هم مبالغه آکل است، آکل یعنی خورنده، کسی که می خورد. سحت حرام، یعنی به کثرت مال حرام می خورند، مال حرامی که انسان را بدبخت می کند. لذا تو ای پیامبر من، اگر پیشت آمدند میخواهی بین اینها داوری کن یا از اونها اعراض کن وقتی حرفت را قبول نمی کنند. اما اگر داوری کردی، داوری به حق، به عدل، به انصاف، یعنی حکم رجم را بهشون اعلام کن، حکم سنگسار شدن را، دیگه غیر از این دیگه راهی نیست. لذا می فرماید فَإِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اگر آنها آمدند فحکم بینهم، بینشان داوری کن، او اعرض عنهم، یا از آنها اعراض کن. و ان تعرض عنهم، اگر از آنان اعراض کردی، فلن یضروک شیئا، هرگز به شما ضرر و آسیبی نمی رسانند. یعنی منظور اینه که از اونها بیمی و واهمه‌ای داشته نباش. اما اعراض کردن به چه معنا هست؟ ببینید بقیه مفسران میگن اعراض کن یعنی حکم صادر نکن، ولی وقتی که پیغمبر حکمی صادر نکند خب خطری برای پیغمبر ندارد. به این خاطر شیخ ما حضرت حسین علی رحمه الله می فرماید منظور از اعرض حکم صادر نکردن نیست، اعراض عن الحکم نیست، زیرا که اعراض هیچ خطری ندارد. و این تعرض عنه فلن یضروک شیئا، بلکه مراد از اعراض از القاء عهد است. این چیزی که شیخ رحمه الله فرموده بقیه مفسرین نگفتند.
و این تعرض عنهم اعراض عن القاء العهد. خب با اونها عهد و پیمان داشتند با یهودی ها، اگر پیش شما آمدند و حکم شما را نپذیرفتند، بگو پس از این به بعد من و شما با هم معاهده ای نداریم. شما که حکم را قبول نمی کنید هیچ معاهده ای نداریم دیگه، از این به بعد صلح نیست. در این صورت خدا گفته فلن یضروک شیئا، نترس، اونها هیچ ضرری به شما نمی رسانه. ای لم یسلموا حکمک ام یسلموا، اگر حکم شما را نپذیرفتن، فاعرض عنهم و عن معاهدتهم، از آنان و از پیمان اونها اعراض کن. و قل لهم نحن نقاتل معكم، ما دیگه با شما جنگ میکنیم که شما از حکم خدا روگردانی میکنید. چینجا حکومت اسلامی هست، در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کی میاد باید سخن و کلام رسول الله را قبول کند. لذا الله می فرماید و این حکمت فحکم بینهم بالقسط، اگر فیصله کردی داوری کردی بینشان، فحکم بینهم بالقسط، به قسط یعنی به انصاف. انصاف چیه؟ یعنی قانون شرعی خدا را بهشون اعلام کن. ان الله یحب المقسطین، بدون شک الله انصاف کنندگان را دوست دارد. و کیف یحکمونک و عندهم التورات، چگونه شما را حکم میکنن، شما را داور میکنن، در حالی که نزد اونها تورات است. توراتی که فیها حکم الله، در تورات هم حکم و دستور خدا هست. چرا به دستور خدا در تورات عمل نمی کنن؟ چون به ضررشون هست. ثم یتولون من بعد ذلك، سپس بعد از این اعراض می کنند. و ما اولئک بالمؤمنین، حقیقت اینه که اینها مؤمن نیستند، نه اعتقادا و نه ظاهرا. حتی به تورات مؤمنین بنسبت به تورات هم ایمان ندارن، چون که در تورات هم همین حکم بود. حکم چی؟ سنگسار. در تورات حکم شلاق نبود، حکم سنگسار بود. ببینید من نکته خدمت شما عرض کردم، بسیاری از متجددین میگویند که حکم سنگسار در قرآن نیست، فقط در قرآن حکم شلاق هست. الزانیة و الزانی فجلدوا كل واحد. ما خدمت شما عرض کردیم که اولا از احادیث متواتر حکم سنگسار ثابت است. دوما از قرآن و اشارات قرآن هم ثابت است. ببینید این جریانی که بحث یهود هست و تحریف یهود هست و اینکه خداوند به رسول الله میگوید که شما همین حکم را، یعنی حکم قرآن را، حکم خدا را به اونها نشان بده، و حکمی که در تورات هم هست اونا تحریف کردن هم همین حکمه. اینا تمام اشاره به چی است؟ به سنگسار شدن است. کل جریان روی سنگسار شدن و شلاق زدن بود. پس چطور در قرآن نیست؟ در قرآن هم هست. انا انزلنا التورات. خب اینجا خداوند فضیلت تورات بیان می کند. تورات کتاب خدا بود، کتاب هدایت و نور بود. در تورات همین حکم بود. تو که یهودی هستی، خودت را یهودی میدونی، خودت هم به تورات عمل نمی کنی، در حالی که تورات کتاب بود که همه نبی ها به اون عمل کردند و همه دراویش هم به اون عمل کردند. ببینید بعد از موسی علیه السلام، موسی علیه السلام رسول خدا بود. رسول به اون پیغمبری میگویند که هم صاحب شریعت است هم صاحب کتاب است. بعد از موسی علیه السلام تا عیسی دیگه رسول نیامد. هزاران پیامبر آمدن، نبی بودند. نبی یعنی چی؟ یعنی
از خود کتاب و از خود شریعت نداشتند، به شریعت و کتاب رسول گذشته چه میکردند؟ عمل میکردند. لذا هزاران انبیاء بنی اسرائیل آمدند، این انبیاء کارشون عمل کردن به تورات بود و تورات را در یکی که فوت میکرد یا شهید میشد دیگری می آمد، برای دیگری دیگه کتاب جدیدی نمی آمد، همون کتاب موسی را، همون تورات را برای مردم بیان می کرد و مردم را وادار می کرد به اون عمل کنند. پس تورات که بر موسی نازل شد، هزاران نبی همین تورات را تعلیم دادند، همین تورات را پیگیری کردند. لذا الله می فرماید انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور، همانا ما فرو فرستادیم تورات را که در آن تورات هدایت و نور بود، راهنمایی برای راه، مشعل هدایت. یحکم بها النبیون الذین اسلموا، فیصله می کردن به وسیله همین تورات النبیون، تمام انبیایی که اسلموا تسلیم بودن اعتقادا و عملا، فیصله می کردن با تورات. برای کی فیصله می کردن؟ للذین هادوا والربانیون، فیصله می کردن برای یهودی ها، برای یهود تمام انبیا به وسیله همین تورات فیصله کردن. امروز که به ضرر شما داره میگه، حکم رجم را میگه، شما امروز از تورات حرف شنوی ندارید، تمام انبیاء شما بر همین تورات فیصله کردن. والربانیون والاحبار، این هم عطف است بر نبیون، تمام دراویش و تمام علما. ربانیون دراویش را دو گروه بودند، یک گروه کارشون طاعت و بندگی و عبادت بود، یک گروه دیگه کارشون کار علمی بود. احبار حبر، عالم بزرگ را میگویند. پس هم علماء شما، هم دراویش شما، هم انبیاء شما، همه و همه مردم را به همین تورات، با همین تورات هدایت میکردن، راهنمایی میکردن. بما استحفظوا من کتاب الله، این باب سببیه هست، به سبب آنچه که حفاظت کرده شده بود از کتاب خدا. یعنی چه؟ یعنی کتاب خدا برای اونها محفوظ مانده بود و کتاب خدا در دستشون قرار داشت. با کتاب خدا یعنی با تورات اونها فیصله می کردند. و کانوا علیه شهدا، و بر این تورات شهدا بودند. شهدا به معنی رقبا، مراقب، یعنی هرچه علما بودند، هرچه ربانیون دراویش بودند، هرچه نبی بودند، اونها مراقب بودند که مردم این را یاد بگیرند و بر این عمل کنند. و کانوا علی شهدا، این معنیش. تفسیر مظهری نوشته شهدا یعنی رقبا یعلمونه و یبینونه، اونها همش مراقب بودند، تعلیم کتاب، تعلیم تورات میدادند و همین تورات را برای مردم بیان میکردند. و دیگه اینکه رقبا به این معنی هست که مراقب بودند که کسی تورات را دستکاری نکند، تحریف نکند. در طول زمان انبیاء گذشته، علما، ربانیون کارشون همین بود. آلوسی میگه رقبا یحمونه من ان یحوم حول حماه التغییر. رقبا یحمونه، اونها مراقب تورات بودند و تورات را حفاظت میکردند. از چی؟ من ان یحوم حماه التغییر، از اینکه اطراف تورات تغییر بیاد، تبدیل بیاد، نسخ بیاد، تحریف بیاد. تغییر و تبدیل به وجه من الوجوه، چه با دستکاری عالم و ملا، چه با تفسیر نادرست و غلط. لذا اونا کارشون این بود که تورات را حفاظت کنند. لذا ای یهود، اینجا خطاب به علماء یهود است، این تاریخ تورات شماست که انبیاء بنی اسرائیل تمام به تورات عمل کردند.
علما و دراویش گذشته همیش مراقب تورات بودن که تورات دست نخورد. لذا شما هم به همون تورات عمل کنید، نترسید. اگر این دختر پدرش پولدار نترسید، حکم خدا را اجرا کنید. معنیش اینه. اونا می ترسیدند علما، یا می ترسیدند یا می خواستند پول بگیرند. لذا الله می فرماید فلا تخشوا الناس واخشونی، پس نترسید از مردم، واخشونی از من بترسید، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. ببین دو چیز برای ملا خطرناک است که به انحراف می کشد. یکی حب مال، یکی حب جاه. جاه یعنی مقام، پست. می ترسد که از جایش او را تغییر بدهند، او را اون مرجعیت را، اون رهبریت را ازش بگیرند. لذا طبق میل مردم چی می کند؟ فتوا صادر می کند. الله می فرماید فلا تخشوا الناس واخشونی، از مردم نترسید، از من بترسید، حق را بگویید. اگر مقام شما، مرجعیت شما از بین رفت بره، شما از من الله بترسید. دوم حب مال، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، شما در مقابل آیات من پول اندک نگیرید. در مقابل آیات من پول اندک نگیرید. پول زیاد می گرفتند، اما این پول در مقابل نعمت خدا، در مقابل بهشت خدا بی ارزش، ناچیز، اندک بود. لذا الله می فرماید نگیرید. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. این نتیجه انکار. هر کسی که حکم نکند. از اینجا البته یک نکته خدمت شما عرض کنم که علما نوشتند ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. علما نوشتند به منظور ایصال ثواب کسی قرآن بخواند پول گرفتن ممنوع است. پول گرفتن ممنوع است، جایز نیست. کسی برای پدر کسی ختمی میخواند، در مقابل میگه 1,000,000 تومان میخوام، چون که در مقابل آیات پول گرفتن را الله عزوجل ممنوع قرار داده. و من لم يحكم بما انزل الله، هر کسی که حکم صادر حکم نکند به آنچه که خدا نازل کرده، فاولئک هم الکافرون، این از کافرون هست. ببینید و من لم يحكم، خیلی از افراد امروز هستند گروه های تکفیر، تحریر، این آیه را میخوانند و کفر انسانها را صادر میکنند. و من لم يحكم بما انزل الله، هر کسی که به آنچه که خدا نازل کرده به اون فیصله نکند، یعنی عمل نکند، در زندگی خودش دستورات خدا را عمل نکند، کافر است. پس اگر کسی سستی کرد کافر است. به همین خاطر کشتن مسلمانان را مباح می‌دانند، اینا کافرند. اینا من لم يحكم بما انزل الله هستند. قرآن اینا را کافر گفته. بعضی گروه های تندرو که میبینیم مسلمان ها را سر میبرند، اینها از روی چنین فتواهایی معتقدند که اینها از دایره دین و ایمان خارجند. من به این خاطر اینجا روی این آیه یک توضیح مختصری خدمت شما دارم. اولا سیاق و سباق را ببینید. بحث درسته لم يحكم بما انزل الله شامل تورات هم میشه، شامل قرآن هم میشه، ولی علماء یهود چیکار میکردند؟
اینه که تورات را تحریف میکردند. و بعد لم یحکم به معنای کامل است. ببینید یکی نماز نمیخواند، دیگری هم نمیخواند، اما نخواندن یکی ناقص یکی کامله. چطور؟ این نمیخواند اعتقاد داره ولی سستی میکند، اون دیگری نمیخواند چون اعتقاد ندارد. هر دو نمیخوانند ولی یکی چی هست؟ کاملتر است نخواندنش، او کافر است چون که اعتقاد ندارد به عنوان نماز. پس اینجا لم یحکم حکم خدا را یکی اجرا نمی کند، یکی فرد کامل اونه که اجرا نمی کند چون اعتقاد ندارد. اجرا نمی کند چون که چی؟ اعتقاد ندارد. این که ما میگیم چون که اعتقاد ندارد، شاید کسی به ما بگه این تفسیر بالرأی هست، شما از خود درست کردید لم یحکم را به من اعتقاد. لم یحکم یعنی حکم نکردن، فیصله نکردن. ولی این را که بنده عرض میکنم چون در حدیث آمده، در روایتی در مسند امام احمد رحمه الله است، و من لم یحکم ای من لم یعتقد، نوشته اونجا در حدیث شریف آمده من لم یحکم یعنی چی؟ من لم یعتقد. زمانی انسان کافر میشه که به حکم قرآن اعتقاد داشته نباشد. اگر اعتقاد دارد ولی عمل نمی کند، نماز را قبول دارد که فرض خداست ولی سستی می کند، این کافر نمیشه. این انسان فاسق میشه، کافر نمیشه. پس و من لم یحکم به معنی چی است؟ من لم یعتقد هست. الله می فرماید و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. این گروه، این افراد کافر هستند. و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس. الله تعالی مساوات را هم می فرماید که ما در میان یهود دستور دادیم. یهودی ها در همه احکام خدای عزوجل کوتاهی می کردن، هم در موضوع زنا بلا نسبت اونی که زنا می کرد از اشراف بود، حکم خدا را رجم را صادر نمی کردن، هم در مورد قتل. اینجا هم قصاص، وقتی که یکی از اشراف کسی را می کشت دیگه قصاص را پیاده نمی کردن. الله تعالی بیان مسئله قصاص را هم از تورات بیان فرموده. بله، در رابطه با اون موضوع و من لم یحکم یک عبارتی داشتم که اون فراموش کردم خدمت شما بخوانم. اون اینه که بنده عرض کردم مفسرین ما معتقدند مراد از عمل نکردن و لم یحکم درجه کامل است. یعنی چه؟ عدم اعتقاد، عدم تصدیق و عدم حقانیت، کسی که حق نداند. چنانچه آلوسی می فرماید الحکم و این کان شاملا لفعل القلب والجوارح. حکم شامل فعل قلب هم میشه، شامل فعل جوارح دست و پا هم میشه. لكن المراد به هنا عمل القلب وهو التصديق. مراد اینجا عمل قلب است، یعنی تصدیق. لم یحکم یعنی لم یصدق، تصدیق نکند آیات الهی را، حکم خدا را، یعنی قبول داشته نباشد. ولا نزاع فی کفر من لم یصدق بما انزل الله تعالی. هیچ اختلافی نداریم کسی که تصدیق نکند حکم خدا را، اون چی هست؟ اون کافر است. لذا الله می فرماید که و من لم یحکم بما انزل الله و کتبنا علیهم فیها ان النفس. و همچنین در آن تورات ما نوشتیم که ان النفس بالنفس، نفس در مقابل نفس، اگر نفسی کشته شد نفس را بکشند. و السن بالسن والعین بالعین، چشم در مقابل چشم. والانف بالانف، بینی در مقابل بینی. والاذن بالاذن
و همچنین گوش در مقابل گوش، و سن بالسن و دندان در مقابل دندان، و الجروح قصاص، بقیه زخم هم قصاص یعنی ذات قصاص برابری، در همه جروح ذات قصاص هستند، همه زخم یعنی در همه زخم باید برابری رعایت بشه. اما کسی که خودش بخشید دیگه بخشیده. فمن تصدق به فهو کفارة الله، کسی صدقه بکند یعنی قصاص را ببخشد، این کفارش هست. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، این نتیجه منکرین قصاص است. کسی که آنچه که خدا نازل کرده حکم نکند، یعنی عدول کند از حکم خدا، این انسان ظالم ستم کرده، حق مظلوم ازش گرفته، از ظالم گرفته نشد. وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم. ببینید در آیات گذشته درباره تورات بود، خداوند فرمود ما تورات را فرستادیم بعد از موسی، همه انبیا به تورات عمل کردند، همه انبیا از روی تورات حکم صادر می کردند. اما همه انبیا که آمدند چندین هزار تا بودند، بعد از اونها عیسی آمد. عیسی که آمد ما کتاب جدیدی، عیسی هم مثل موسی رسول بود، یعنی دارای شریعت مستقل و کتاب مستقل که چی باشد؟ تورات انجیل باشد. و قفینا علی آثارهم، بر آثار اونها، بر پشت سر اونها، آثارهم یعنی نبیون، پشت سر بقیه انبیا ما فرستادیم به عیسی ابن مریم. عیسی ابن مریم را وصف اولش همین که ابن مریم است، نه ابن الله اونطوری که شما میگید. مصدقا لما بین یدیه من التورات، تصدیق کننده آن توراتی بود که جلویش بود، یعنی عیسی آمد و تورات را تصدیق کرد. و سوم و آتیناه الانجیل، و ما به عیسی انجیل دادیم فیه هدى و نور، در آن انجیل هدایت و نور بود. هدایت و نور یعنی عقاید و اعمال، عقاید و اعمال بودند. و مصدقا لما بین یدیه من التورات، و تصدیق کننده توراتی که قبل از اون بود. و هدى و موعظه، و هم هدایت بود و موعظه بود برای متقیان، این مستفیدین من الانجیل، اونایی که تقوا داشتند. اما الله تعالی می فرماید اونجا ما گفتیم ولیحکم. ببینیم هرگاه که امر بیاید، دستور صادر بشه برای پیشینیان، اونجا قلنا مقدر است، چون الان خدا حکم نمی کند، اون وقت ما گفتیم حکم کردیم. قلنا ولیحکم، ما گفتیم ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فی، اهل انجیل باید حکم کنند به آنچه که خدا نازل کرده. و من لم یحکم، این نتیجه منکرین انجیل، هر کسی حکم نکند، مراد از حکم نکردن عرض کردن فرد کامل یعنی اعتقاد داشته نباشد، بما انزل الله، به آنچه که الله نازل فرموده، فاولئک هم الفاسقون، اینها فاسقن، فاسق یعنی هم الکافرون، کافرن. ببین حکم نکند، بعض معلوسی رحمه الله می فرماید ای و او المراد به الدرجه الکامله، مراد از این چی هست؟ درجه کامله هست. ای المتمردون الخارجون عن حکمه او عن الایمان، کسانی که تمرد بکنه از حکم خدا، از ایمان، اینا فاسقند یعنی کافرند. و انزلنا الیک الکتاب بالحق، خداوند سلسله ارسال رسول و انزال کتب را بیان فرمود. تورات موسی، بعد از تورات انبیا هزاران نبی، بعد از اون عیسی انجیل، بعد از اون محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و قرآن. پس باید اینها رعایت بشه. و انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما نازل کردیم ای محمد صلی الله علیه و سلم بعد از عیسی به سوی تو کتاب را به حق نازل کردیم، در حالی که این کتاب، صفات این کتاب، فضیلت اول بالحق، حقت از جانب الله، راست است. فضیلت دوم مصدقا لما بین یدیه من الکتاب، تصدیق کننده کتاب گذشته است. الکتاب الف لام
جنسی هست، یعنی جنس کتاب، هرچی کتاب آسمانی بوده. مراد از کتاب چی هست؟ تمام کتابهای آسمانی را قرآن تایید می کند و باز مهیمنا علیه، نگهبان از برونها. چطور نگهبانه؟ ملاهای سو اگر کتابها را تحریف کردند، مطالب را جابجا کردند، قرآن میاد محافظه، قرآن میگه این غلطه، این درسته، مطلب به حق را میگوید، پس نگهبانی و محافظت میکند. و مهیمنا علیه، و بر آن مهیمن است، یعنی رقیبا و حافظا بر آن کتاب ها، بر آن کتاب، جنس کتاب. پس ای محمد رسول الله فاحکم بینهم بما انزل الله، حکم کن بین آنها به آنچه که الله نازل فرموده. ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، پیروی نکن. ببین خطاب رسول الله صلی الله علیه وسلم است و مراد من و شما هستیم، علما، امت. الله می فرماید که پیروی نکن اهوایشان را، عما جاءك من الحق. اینجا کلمه ای را اگر مقدر بکنی معنا درست در میاد. معرضا عما جاءك من الحق، عادلا عما جاءك من الحق، یعنی پیروی نکن خواهشاتشان را در حالی که اعراض کنی از حق، از حقی که پیشت آمده اعراض کنید. یعنی منظور اینه که اعراض نکن از حق. معرضا عما جاءك من الحق لا تتبع اهواءهم، به این صورت از خواهشات اونها پیروی نکن. لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا، برای هر امتی ما شریعتی و روشی فرستادیم. شرعه منظور شرع، روش، اسلوب، منش، اینها هر دو معناشون یکی هست. شرعتا و منهاجا چی هست؟ معناشون یکی هست. بعضی ها گفتن معناشون فرق داره. چه فرقی؟ گفتن شرعه برمیگرده به احکام فردی و فرعی، احکام فرعی، و منهاج برمیگرده به احکام، به اصول، عقاید. اما آلوسی رحمه الله این را رد میکنه، میگه این غلطه. چنانچه آلوسی میگه الشرع الاحکام الفرعیه والمنهاج الاحکام الاعتقادیه وليس بشيء. این غلطه. اصول همه کتاب ها و ادیان یکی هست، توحید، یکتاپرستی. در اصول هیچ فرقی ندارن. چرا؟ در روش و منش، در اسلوب، در نوع عمل کردن، در شریعت با هم چی دارند؟ تفاوت دارند. هر شریعتی که در هر زمان بود، بقیه شریعت ها چی هستند؟ منسوخند. باید مردم اون زمان پیرو اون شریعت باشند. یعنی الان با آمدن محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، شریعت، منهاج اینه که قرآن راهنمایی میکنه. الان باید همه پیرو قرآن باشند، نه تورات و انجیل. الله میفرماید لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا، برای هر گروهی ما قرار دادیم شریعتی، روشی. ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. اگر خدا میخواست شما همه را امت واحده قرار میداد، اما امت واحده قرار نداد. چرا؟ چون که خدا میخواهد بیازماید شما را. فلسفه اختلاف شرائع بنویس. شریعت ها چرا مختلف هستند؟ خدا میخواد امتحان بکنه. ببینید
حکمت و فلسفه اختلاف چی هست؟ شرائع هست، شریعت های مختلف. اما قرآن را تفسیر می کند. ما چند جا این آیه را خواندیم، اونجا گفتیم که تفسیرش در سوره مائده هست. آیات متعددی هست. مثلا در سوره هود شما میخوانید ولو شاء الله لجعل الناس امة واحده، اگر خدا میخواست همه مردم را امت واحده میگردانید، چرا نکرد؟ این سوالی هست نه؟ در سوره شورا میخوانیم ولو شاء الله لجعلهم امة واحده، خدا میخواست همه را امت واحده میکرد. در سوره رعد میخوانیم ولو یشاء الله لهدى الناس جمیعا، اگر خدا میخواست همه مردم را هدایت میکرد، چرا نکرد؟ در سوره سجده میخوانیم ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها، اگر ما بخوایم به هر نفسی هدایتش را میدهیم. خب همه را خدا چرا بر هدایت نیاورد؟ همه را چرا؟ مگر خدا دوست ندارد همه بندگانش هدایت بشند؟ خدا دوست ندارد همه مؤمن بشند، همه موحد بشند، همه یکتاپرست بشند؟ چرا دوست دارد؟ پس چرا خدا نکرد؟ معلوم میشه خدا میفرماید اگر ما میخواستیم میکردیم. ولو شاء الله لجعل الناس امة واحده، چرا امت واحده قرار نداد الله؟ اینجا جوابش داده ولکن لیبلوکم، چون که خدا میخواد شما را امتحان بکند. اگر خدا میکرد این کار را میکرد، باید اجبارا میکرد. مثل بنی اسرائیل کوه طور را بر سر شما می آورد، یلا توحید، یکتا پرستی، شرک را بذار، برو به طرف اعمال، برو به طرف عبادت. همه جهانیان، همه انسان ها چی کار می کردیم؟ همه می آمدیم بر مسیر حق، بر مسیر توحید، بر مسیر عبادت قرار می گرفتیم. اون وقت ایمان ما ایمان جبری می شد یا نه؟ این اولین اشکالش. اگر خدا این کار را می کرد، ایمان و طاعت و بندگی جبری می شد. خدا جبری نمی خواد. دوم، امتحان دیگه از بین می رفت. دنیا دارالامتحان نمی شد، دارالاجبار و الاکراه می شد. در حالی که خداوند دنیا را داره امتحان قرار داده. پس جواب همه این آیات، سوالی که در این آیات هست و فلسفه و حکمت اینه که ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، اون چی که خدا به شما داده شما رو میخواد بیازماید. پس شما اگر میخواید موفق بشید فاستبقوا الخیرات، بشتابید به سوی کارهای خیر. الی الله مرجعکم جمیعا، به سوی الله است فقط مرجع شما، جای رجوع همه شما. فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، الله عزوجل به آنچه که شما اختلاف دارید بر توحید، بر احکام، بر رجم، بر هر چه، در روز قیامت خدا به شما خبر میده، به شما میگه که حق با کی بود. صدق الله العظیم.